با سلام و درودی فراوان بینندگان گرامی، شروع میکنیم برنامه را با نام یاد الله مهربان. بینندگان گرامی، یک چند روز پیش اگر یادتان باشد ما درباره کرم کافه کرم برای خرابشوی نوار کردگی بودیم. اما امروز میخواهیم که نتیجه و رزولتاتی همین را کسایی که گرفتن استفاده کردن برای شما بیان کنیم. بینندگان گرامی، تا امروز کسانی که از این استفاده کردن برای ما پیشکش کردن که بهترین فایده و نتیجه را ما در مدت کوتاهی که استفاده کردیم برای سلامتی خودمان احساس کردیم و در همان چیزهایی که ما حقیقتا بیان کردیم نتیجه خوب و رزولتاتی دارد که درباره خراب کردن. در ادامه نوار همه این را شما با خوبی میفهمید و طرز دکس کردن و استفاده شما میفهمید. درباره خراب شوی و کم کردن وزن یا که از بین بردن روغن های جمع شدگی در بگیم شکم یا که پاها یا که دور کمر یا که جاهای دیگر روان ها و گوشت های زیوتی که جمع میشن اینها را از بین بردنشان و همچنین عموما خراب شدن. بینندگان گرامی، چیزی که ما بسیارتر در این نوار برای شما میخوایم که پیشنهاد بکنیم کافه کرم هست که این از طریق شرکت اسکین دکتر و یعنی دکتری پوست. بینندگان گرامی، این استحصال تایلند هست. چیزی که شما میبینید استحصال تایلند هست و انشاءالله که امیدوار هستم که هر کسی که این را میگیره استفاده میکنه نتیجه خوب به دست بیارد. که این چیزی نو بگیم ما توصیهش کرده هستیم برای چند از برادران استفادهش کرده هستن این زمان و چیزی که من میخوام برای شما در اینجا بیان بکنم فایده هایی که این داره برای چی هست. برای بگم که باسن انسان و شکم، دور کمر، پاها، بگم که سرگوشتی پاها یا که رانها یا بازوهای انسان، جاهایی که گوشت ها جمع میشن یا که روغن میگیرن شکم باشن میطور این قسمت های شکم یا که عموما جاهایی که همین روغن جمع میشه یا که گوشت جمع میشه یا که غوص بد میشن، شما میتوانید که از این استفاده بکنید. او چیزی که در اینستروکسیا و فهماندهی همین ما آموختگی هستیم همین ها را باید که از بین ببره و صاف و روشن و بگیم که زیبا و نگهداری از هر گونه آسیبا بر روی همون پوست، همون جنشوی و مشکلاتی تزپیرشوی اینها باشد که همونها را چکار میکنه تأثیر خیلی فایده خیلی میرسونه که از زود جن شیدن اگه بخوای نخوای وقت 30 سال بالا که رفت 30 سال اونجا جن میشه، اما از جن شوی زود و هر گونه آسیبا را چکار میکنه نگهداری میکنه از همون پوست. خب بینندگان گرامی، طرز استفاده ای در یک روز دو مراتبه هست. یه راز ما برای شما باز بکنم. اینا بینندگان گرامی داخل همون جعبه هست، اینجا یک تومچه هست که زیر میکنه باز میشود خودش. شما در یک روز دو مرتبه از همین میگیرین، خیلی هست وزنش هم خیلی هست، 300 گرم هست. از همین میگیره هم مقدار در همون جای لازمه همین خیلی به طور دورمانند گفتگی هست، به طور دورمانند گرد یعنی میشه که میرم محکم تیز میشه که تو اینکه چیکار بکنه همون پوست همین کرمی که ما میگیم همین رو برای خودش جذب بکنه، یعنی بکشش کاملا در خودش جذب کرده بگیره همین تو اینکه تأثیر خوبی چه برسوند. در یک روز دو مرتبه شما همین کارو میکنین، هر روز همین را کردن بگیرین تا اون چیزی که میخواین که مناسب شود تا تأثیر رسیدن همین کارا کردن بگیرین و ان شاء الله که امیدوار هستم که فایده خوبی برای شما برسونه. این یک بینندگان گرامی. دوم اینکه بینندگان گرامی از این سرکه سبی تازه شما تو امروز سرکه سب برای شما گفتگی بدین، تیار کردن خانگیش هم گفتیم و مگزینه‌هاش هم برای شما پیشنهاد کرده بودیم، اما در قطعه‌های پلاستیکی بدن که این خیلی یک چیزی میگم که حرارتی و حرارت دار هست. در بوتل‌های پلاستیکی گرفتن این بسیار مناسب نیست، اما این چیزی که ما برای شما اکنون پیشنهاد میکنیم و پیدا کردیم این در شیشه هست، ظرف شیشه‌ای هست و بسیار که چیزی که ما با دست آوردیم چیزی استفاده شدگی بگیم تجربه شدگی هست که خیلی کچ خوب و نازش هست. بینندگان گرامی سرکه سب یا بلشن اکسوس از سب گرفته تیار شدگی هست. برای چی را میخوام برای شما بگم؟ برای خراب شوی یک این بسیار فایده های زیاد داره بینندگان گرامی که ان شاء الله در نوارهای بعدی ما میگیم برای چی میتونه استفاده کنید، اما در این نوار گپ درباره خراب شوی هست. برای خراب شدن شب پیش از خواب یک استکان آب ده یک قاشقچه آب همین را میگیره در یک استکان آب انجام میکنه. استکان پولی پرام که نباشه میشه از نیز زیادتر باشه قریب پرام باشه یک قاشقچه آب همین میگیره در آب مخلوط میکنه آمیخته میکنه انجام میکنه هم آب مینوشه پیش از خواب کار میکنه. اینم تاثیر خوب داره برای چی؟ برای خراب شدن. اما در طول همین روزها سعی بکنید وقتی آدم استفاده میکنه کمش 2 لیتر 2.5 لیتر آبی همین نوشابه شما بنوشه، آبی همین طبیعی و کم ورزش هم لازم هست حتما بینید. تا نوارهای بعدی الله مهربان نگهبان همه ما و شما باشه.